سلام، من کیا هستم و مهمانهای امروز برنامه‌مون نماینده‌های برندهای مختلف پوستی هستند. بریم با هم این مناظره یا چالش رو شروع کنیم. خدمت همه شما عزیزان خوش آمد میگم. لطفاً خودتون رو معرفی کنید. سلام، من تیا هستم و نماینده برند کوئوس پروفشنال. سلام، میا هستم، نماینده برند بی. منم شیام، برند سی. بسیار خوب. یه سری سوال میپرسم، لطفاً به ترتیب پاسخهای کوتاه بدید. و البته بگم که ما اینجا راستی آزمایی هم داریم و اگر در پاسخاتون دروغی گفته بشه صدای آلارم قرمز روی میز در میاد و هر پاسخی که صحیح باشه امتیاز مثبت داره. بریم که با اولین سوال شروع کنیم. برندی که در حین تولید محصول تست بر روی حیوانات نداره. برند کوئوس حامی حیوانات هست و تست حیوانی به هیچ عنوان نداره. برند ما تست بر روی حیوانات نداره. ما هر از گاهی فقط از موش خرگوش استفاده میکنیم. بریم سراغ سوال دوم. برندی که از ماده مضر پارابن در محصولاتش استفاده نمیکنه. ما در هیچ کدام از محصولاتمون پارابن استفاده نمی کنیم. ما تا به امروز تونستیم در 50% از محصولاتمون پارابن رو حذف کنیم. ببینم پارابن دیگه چیه؟ هیچی، شما راحت باش. سوال سوم. برندی که واقعا اورجیناله. محصولات کوئوس پروفشنال از 0 تا 100 در کشور اسپانیا تولید میشه و کاملا اورجینال هستش. ما محصولاتمون کاملا اروپایی هستش. چرا؟ خب ما تو ارمنستان تولید میکنیم تحت لیسانس، چه فرقی داره؟ خارجی دیگه. چی؟ چرا؟ خب ارمنستان که اروپایی نمیشه. گفتم که صادقانه جواب بدید. برای ما هم اورجیناله. اطراف تهران تولید میکنیم ولی به اسم خارجی میفروشیم چون روش خارجکی نوشته. کدام برند واقعا دارای کارخانه و آزمایشگاهه؟ برند کوئوس پروفشنال دارای کارخانه، واحد فرمولاسیون، خط تولید، بسته‌بندی و آزمایشگاه مستقر در کارخانه هستش. ما هم کارخونه داریم. ای بابا خانم میا، شما میخوای چند تا جواب واقعی هم بدی؟ خب نداریم. فرمول خریدیم میدیم به کارخونه برامون تولید کنه. خیالتون راحت شد؟ ما بابا بزرگمون که مرد با پسرم هم زیر زمین خونه قدیمی برداشتیم و کارگاه تولیدی زدیم. تو دیگای مسی بابا بزرگمون داریم تولید میکنیم. در واقع ما کارآفرینیم. بله، تو گوشه به من میگن که با توجه به پاسخهای نماینده ها مخصوصا آقای شیا مجبور هستیم برنامه رو همینجا تمومش کنیم. اضافت با شما بینم.